به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. شاله گل خوجا هستم. سلام. موضوع امروز 18 سپتامبر از این قرار است. قرغیزها دیدبانگاه را در قطعه بحثی میکنند. توجیک‌ها ساختمان دست میکشند. مذاکرات هیئت‌های رسمی تاجیکستان و قرغیزستان در پی مناقشه مرگبار مرزی انجام یافت. جایزه به نام وکیل دفاع شناخته توجیک فیض واحد و به ادوکات زندانی بزرگمهر یوروف تقدیم شد. من خیلی سپاسگزارم که از این 3 نفر بزرگمهر رو انتخاب کردم. خیلی شدم. فعال جماعت توجیکان روسیه تصمیم گرفته است با تأسیس حزب مهاجران کاری را به حیات سیاسی تاجیکستان سفربر کند. سازدانیم этой партии با تأسیس این حزب ما می‌خواهیم وضع ترس را بشکنیم تا اینکه آدمان مسئولیت شهروندی خود را احساس کنند. بعد تجانب مرزی تاجیکستان و قرغیزستان سروزیران هر دو کشور تشبوسی به اعتدال آوردن وضع را به دست گرفتند. مذاکرات هیئت‌های رسمی دو کشور امروز به پایان رسید. وخوری نخست وزیران یک روز بعد از مناقشه در قطعه بحثی مرزی نویه باباجان غفوروفی تاجیکستان و لیلک قرغیزستان صورت گرفت. یکی از موضوع گفت و شنید حل نزاع بود. جانب‌ها همچنین خواستند که کارها در سمت تعیین و علامتگذاری خط مرزی دولتی تقویت داده شوند. در مناقشه روز پیش 3 مرزبان توجیک و یک افسر قرغیز هلاک شدند. دو طرف یکدیگر را به تیرکشی متهم کرده یادداشت اعتراضی سپردند. ادامه از میرزا نبی خالقزاد. صبح امروز هیئت تاجیکستان و قرغیزستان تحت ریاست سروزیران دو کشور در محله بهار جماعت اوچه قلعچی ناحیه باباجان غفوروف صورت گرفت که موضوع و سوال اصلی پیدا کردن راه‌های حل مناقشه‌ای که در این محل صورت گرفته بود وجود داشت و در این ملاقات آنها به نتیجه رسیدند که اون دیدبانگاهی که طرف قرغیزستان در روبروی جماعت اوچه قلعچی تایسان ساخته بودند اون را از بین میبرند. و جانب تایسان که میخواست در برابر این دیدبانگاه خودش را بنیاد کند، یعنی دیگر این دیدبانگاه ساخته نمی شود. همین طور نتیجه اولیه این هیئت‌های مذاکره کننده که تحت ریاست سروزیران دو کشور صورت گرفت با این انجامید. و سوال دیگری که حالا در میان است وضع سلامتی سربازان قسم‌های حربی تاجیکستان است که فعلا در بیمارخانه شهر باباجان غفوروف بستری هستند. طوری که یک نماینده این بیمارخانه به ما گفت فعلا 5 سرباز از جمله 2 افسر قسم‌های حربی که یکی از الفا و دیگر سردار شعبه کارهای داخلی باباجان غفوروف بستری هستند که از ناحیه سرشون یعنی از پیشانشون تیر خوردن. وضع اینها خیلی هم وخیم بوده، اما 3 نفر دیگر از سربازان قشن‌های سرحدی سلامتشون ثابت است. طور نمایندگان هیئت‌های دو جانب در صحبت با ما گفتن فعلا وضع در جماعت اوچه قلعچی به حالت پیشین برگشته ایستاده است و اون کارخانه ها دکان ها نیز با دوباره کار خود را شروع کردند. رو می‌ریم به موضوع دیگر. در ورشو امروز جایزه نخستین به نام ادوکات شناخته توجیک فیض واحد را تقدیم نمودند. هدف از تأسیس جایزه مذکور تشویق و قدردانی افراد و سازمان‌های گفته می‌شود که در راه حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان در تاجیکستان و آسیای مرکزی کارنمایی کردند. فیض واحد و وکیل دفاع نامدار ماه انور امسال درگذشت. او در بحث چندین پرونده‌های پرسر و صدا اشتراک کرده است. طاهر سفر و رستم جانی گزارش می‌دهند. نخستین جایزه به نام وکیل دفاع شناخته در تاجیکستان فیض واحدова را به همکار زندانیش بزرگمهر یوروف سزاوار دانستند. جایزه را روز 18 سپتامبر در شهر ورشو به برادر او جمشید یوروف سپاریدند که در خارج از کشور زندگی می کند. جایزه مذکور را که $3000 پاداش مالی دارد تابستان امسال انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا تأسیس داد. جمشید یوروف بعد ختم مراسم به رادیوی آزادی گفت که در واقع برادرش سزاوار جایزه بود. رمزی هم هست که جایزه به نام حقوقشناس ادوکات فیض واحد که خیلی جسور بود، دلیر بود، محض به یکی از همکاران او که در یک کلیگی ادوکاتور تاجیکستان هم کار میکردند که هر دو یک موقع داشتند در حمایت حقوق بشر، در حمایت مردم، در حمایت
برقرار کردن ولایت قانون در تاجیکستان محض به بزرگمهر گذاشته شد. من خیلی سپاسگزارم که از این 3 نفر بزرگمهر رو انتخاب کردم. خیلی شدم. آخرین خبری که از وضعی بزرگمهر گرفته از طریق نمیدونم مادر است یا کسی دیگر چی هست؟ آخرین خبر ما باید تقریبا روزهای دوشنبه 2 روز پیش میگرفتیم. این حال علاقه با تاجیکستان نیست. یگان خبری انیق رو نمیدونیم. باید 14 سپتامبر اهل اویلش یا مادر من میرفتن و بزرگمهر رو خبر میگرفتن. این حال یگان خبری هدف از تأسیس جایزه بین المللی فیض‌نسا واحد و تشویق و قدردانی از افراد و سازمان‌های گفته شده است که فعالیت خود را وقف دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان به ویژه در تاجیکستان کردند. بزرگمهر یاروف ماه سپتامبر سال 2015 بعد آمادگی به حمایت از حقوق اعضای بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی دستگیر و در جنایت‌های مختلف از جمله قلابی و ساختکاری و تحقیر پرزیدنت عیبدار شد. دادگاه سال 2017 او را به 28 سال زندان محکوم کرد. خود او و طرفدارانش اتهامات را رد کرده حکم را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌نامند. پارلمان اروپا او را زندانی سیاسی نامیده و خواسته است که او را از زندان آزاد کنند. مقامات تاجیکستان میگویند که او زندانی سیاسی نیست و برای جنایت مشخص به زندان محکوم شده است. موضوع مربوط به وکیلان دفاعی دوم میدیم. هفته روان ادوکات‌های توجیک رئیس نوی خود را انتخاب کردند. اتحادیه ادوکات‌های تاجیکستان سازمان جمعیتی است و رهبری آن در 4 سال یک دفعه باید عوض شود. جریان انتخاب در دوشنبه پر از بحث و مناظره بوده است. برخی از وکیلان مدافع از شرایط کاری خود نگرانی نمودند. سرانگیز نوروزشاه و شادمان یتیم میگویند سعیدبگ نوریدینوف دوباره ریاست اتفاق را به دوش گرفت و از فعالیتی که این سالها باعث رهبر داشت نتیجه گیری نمود. بیش از 100 وکیل در انجمن نوبتی اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان در برابر انتخاب رئیس نو پهلوهای مهم فعالیت ادوکاتی و مشکلات خود را مطرح کردند. بار دوم است که اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان رهبری خود را انتخاب می‌کند. سعیدبگ نوریدینوف که از سال 2015 پس از تأسیس این اتفاق رهبری آن را بر دوش داشت، با گرفتن 60% آرا دوباره رهبری این سازمان انتخاب شد. انجمن انتخاباتی ادوکات‌ها در حالی برگزار شد که در چند سال اخیر پیشه ادوکاتی در تاجیکستان درگیر پیچیدگی‌های جدی شده است. اتفاق ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان نوبسته از مشکل‌های موجود بوده توانست که به یک نهادی استواری تبدیل یابد. البته دشوار بود وقتی که در این بین در قانون تغییرات‌های سنگینی وارد کرده شدند که ادوکات‌های زیادی ما بیرون از کسب ماندند. در حقیقت دشوار بود برای که اتفاق ادوکات‌ها عهده‌دار است که رساندن یاری حقوقی را در سراسر جمهوری تامین نماید. بعد تغییرات در قانون ادوکاتورا در سال 2014 محدودیت‌ها در کار ادوکات‌ها در تاجیکستان زیاد شد و تقریباً 1,500 نفر حق فعالیت را از دست دادند. حالا بیشتر از 800 نفر همچون ادوکات کار می‌کنند. برای اهالی 9 میلیون نفره این تعداد خیلی کم گفته می‌شود. در انجمن نوبتی خود ادوکات‌های تاجیکستان با قبول مراجعتنامه از پرزیدنت و پارلمان خواستند قانونی کار وکیلان دفاع تغییر یابد. مثلا افرادی هستند که در نقلیات مثلا یک صدمه گناهکار کرده شده هستند و این هم همچون یک داغ سودی حساب کرده می شود و آنها دیگر امکانیت فعالیت کردن در ساحه ادوکاتوری از دست می دهند. فشار به وکیلان، محاکمه و حبس دراز مدت برخی از آنها دیگرگونی‌های ساختاری از مشکلات اصلی کار ادوکات‌ها در تاجیکستان گفته می شود. هفته پیش کمیسیای بین المللی حقوق شناسان از فشار بالای یک گروه از وکیلان دفاع در تاجیکستان نگرانی کرده از مقامات خواست فشارها را قطع کند. سعیدبگ نوریدینوف وکیل دفاع در حال دوباره رهبری اتفاق ادوکات‌ها در تاجیکستان تعیین شد که به اطلاع کمیسیای بین المللی حقوق شناسان ریاست آژانسی ضد فساد در دوشنبه به جمع‌آوری معلومات درباره او شروع کرده است. نوریدینوف همراه با 14 وکیل دیگر از حقوق همکارش عبدالعزیز عبدالرحمنزاده وکیلی که گفته می شود شکنجه شده است حمایت می‌کند. من طبق طلبات قانون یعنی قانون درباره حمایت اشتراکچیان مرافعه سودی با مقامات داخلدار از آن جمله وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیته امنیت ملی دولتی، پروکراتور ژنرالی جهت تامین کردن بخطری
خود و همکاسبان مراجعت کردم. وکیلان دفاعی تاجیک که میگویند حالا به یک قشر آسیب پذیر تبدیل یافتند تو می‌دارند پیشنهادها به پرزیدنت و پارلمان پیچیدگی و خطر در کاری آنها را رفع و مستقلیت آنها را همچون وکیل دفاع تامین خواهد کرد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. عزت امان حامی حقوق مهاجران تاجیک در مسکو میگوید به کمرنگی نقش مهاجران در حیات سیاسی تاجیکستان خاتمه بخشیدن است. برای عملی شدن این نقشه حزب نوی میتواند زمینه گذارد که در صدد تشکیل شدن است. برای ثبت اتحاد سیاسی تغییرات، اصلاحات و ترقیات، عزت امان و همفکران او میخواهند به وزارت عدلیه تاجیکستان مراجعت کنند. مهاجران تاجیک در اقتصاد تاجیکستان سهم نظررس دارند، اما گفته می شود روندهای سیاسی تقریبا به حضور آنها جریان می گیرد. گزارش تلویزیونی نستایش وریم در این باره را مومن احمدی پیشنهاد می کند. حامی حقوق مهاجران تاجیک عزت امان در مسکو از تصمیمش درباره تأسیس حزب مهاجران خبر داد. او میگوید هدف فعال نمودن شرکت مهاجران در حیات سیاسی تاجیکستان است. با عقیده این سیاستمدار نوگام جمعیت میلیون نفره مهاجران مهنتی به طور باید و شاید در حیات سیاسی تاجیکستان ذکر نمی شوند. آنها می خواهند وضعیت را تغییر بدهند. یکی از هدفها اشتراک در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان است. شما می‌بینید که 30 سال می‌گذرد جامعه به طور کامل در روندهای سیاسی در انتخابات‌های پارلمانی و پرزیدنتی اشتراک نمی‌کند. دخالت جامعه شهروندی به این روندها تماماً وجود ندارد. از این رو با تأسیس این حزب ما می‌خواهیم وضع ترس را بشکنیم تا اینکه آدمان مسئولیت شهروندی خود را احساس کنند. عزت امان و همپیمانان او حالا نیت دارند برای متحد نمودن نیروهای سیاسی که در مهاجرت قرار دارند برنامه تهیه نمایند. نقشه دارند در آینده نزدیک ثبت رسمی حزب نو در وزارت عدلیه تاجیکستان و تأسیس بخش‌های سیاسی در داخل کشور و خارج از آن را بر راه مانند. نیروی پیشبرنده حزب آینده را رهبری آن در مهاجران مهنتی و سیاستمداران بیرون از تاجیکستان می‌بیند. مهاجرانی که نه تنها در روسیه کار میکنند بلکه از تمام جهان. شماره زیادی مهاجران مهنتی یا مهاجرانی که حالا در اروپا و امریکا و دیگر قسمت‌های جهان کار و زندگی میکنند میخواهند در این روندها اشتراک کنند. البته پیش از تأسیس یک حزب سیاسی ما با هموطنان خود تماس گرفتیم و با آنها صحبت کردیم. تصمیم تأسیس اتحاد سیاسی بیرون از تاجیکستان در تاریخ این کشور بار اول نیست. پیشتر از این تاجیکانی که فعالیت سیاسی نشان داده بودند به جوابگری جنایتی کشیده شدند. مثال روشن این سابق وزیر زید سعیدов و صاحبکار ابراهیم مقصودov است. ضمناً ابراهیم مقصودov شهروندی روسیه را داشت اما با این وجود به تاجیکستان استرداد شد. سال 2015 او را به 13 سال زندان محکوم کردند. فعالان سازمان مساعدت شهروندی کوشش کردند ابراهیموف را از تعقیب مقامات تاجیکستان حمایت کنند. حامیان حقوق حتی به دادگاه اروپا عاید به حقوق بشر شکایت بردند. اما با این هم مقامات مخالف حکومت را به طور پنهانی به کشور برده و زندانی نمودند. بله، این گونه تعقیب ها زیادند. متاسفانه قضیه ابراهیم مقصودov یگانه نیست. در قلمرو ما حالت های زیاده شده است که شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را ربودند. فعلا حزب ثبت نام نشده تغییرات، اصلاحات، ترقیات در آغاز راه است. آیا آنها زیر فشار قرار می گیرند و یا با حکومت کنونی زبان می یابند؟ بها دادن بر وقت است. و باز یک مرافعه پسی در روی بسته گلنورا کریم و دختر کلانی پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریمov در شهر توشکند آغاز شد. ایمان کریم و دختر گلنورا کریم و با حکومت شوکت میرزیویف هشدار داد که روزهای نزدیک چند دلیل مخفی درباره کروپسیا در کشور را آشکار خواهد کرد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتان سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشین نوی برنامه تقدیم میگردد از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش‌ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما بینندگان عزیز است. تماشای نوید بومدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا، خدا نگهدار.